درباره سامانیان نکته جالبی هست. درباره خدمت آنها به اسلام، حتی یکی از سوالهایی که از شما پرسیدم که خدمتی که سامانیان به تاجیکان یا عموماً به مسلمانان کردند چیست؟ من میگویم آنها نه فقط به تاجیکان خدمت کردند، بلکه میتوان گفت استاد که برای امت اسلامی خدمت کردند. در تمام شهرها مدرسه حدیث، مدرسه تفسیر و مدرسه فقه عمل میکردند و به مردم علم میآموختند. در هر کار خیر آنها از اولینها و از پیشگامان بودند. بدون مبالغه میگویم که تفسیر طبری در سالهای 80 نوشته شده است که مفسر فارسی اصل از طبرستان از منطقه دماوند بود. محدثان برای مثال کتب ششگانه حدیث همه در زمان سامانیان تصنیف شدند، یعنی 3 نفر از آنها در زمانی نوشته شدند که سامانیان تحت امارت غسان ابن عباس بودند و 3 نفر باقی مانده در عصر سامانیان نوشته شدند. میتوان گفت که استاد اگرچه سامانیان خود این چیز را ننوشتند، اما آنها به علم تشویق کردند. یعنی به علم تشویق کردند و شرایط خوبی را برای علم آموزی فراهم آوردند. به آموزش علم و تعلیم آن تشویق کردند و زمینه را نیز برای نشر علم آماده کردند. و بعد می‌دانیم که هر چیز هر زمان در هر مکان انجام یابد به حاکم نسبت داده می شود، خواه خوب باشد خواه بد. به همین منوال در تاریخ مثلا روس‌ها میگویند استالین بود که به هیتلر غلبه کرد، بر هیتلر پیروز شد. در بیشتر احوال نمیگویند مردم روس یا مردم شوروی بر هیتلر غلبه کردند. برعکس نیز همین طور میگویند که هیتلر از استالین شکست خورد. در اینجا ما نیز همین طور میگوییم سامانیان بودند که نظام علمی و علم آموزی را تأسیس کردند یا زمینه سازی کردند و آنها بودند که سبب نشر این علم شدند. سامانیان سبب شدند که مردمی که تحت امارت آنها زندگی میکردند مثل بخاری، مثل ترمذی و نسائی و عالمان دیگر از پیشگامان علم شوند. این پیشروی را در علم حدیث میبینیم، در تفسیر، همچنانی که گفتیم در فقه نیز. استاد اگر فرضاً شهر بخارا در سال 90 هجری فتح شد، بعد از 60 سال، بعد از 60 ابو حفص کبیر تولد شد که یکی از ارکان مذهب حنفی محسوب می شود. ابو حفص کبیر به بغداد رفت و نزد شاگرد امام ابو حنیفه، امام محمد ابن حسن شیبانی که در دولت عباسی قاضی بود، درس خواند و علم را گرفت و با آن به بخارا بازگشت و مذهب حنفی را پهن کرد. در واقع ابو حفص کبیر بود که سامانیان را به بخارا دعوت کرد، زیرا در زمان او حرج و مرج بود. در آنجا سوی دریای آمو یعقوب ابن لیث بود که میکشت و هر گونه تجاوزها میکرد. راهزنی ها بسیار شده بودند، زیرا حکومت مسلط نبود. پس وقتی او دید که سامانیان اهل فضل و اهل علم هستند، با اهل بخارا آنها را دعوت کرد و وقتی آمدند آنها را چون فاتحان استقبال کردند و حاکمانی که پیش از آنها بودند از شهر گریختند. بعد چند صد سال تقریبا حادثه مانند به این واقع شده بود. در زمان صلاح الدین ایوبی و نورالدین زنگی وقتی او به دمشق رفت و در آنجا معین الدین انر امیر بود، مردم معین الدین را نمیخواستند، زیرا او با صلیبی ها بر ضد مسلمانان همکاری میکرد و مردم فریاد میزدند نورالدین نورالدین و مردم همین طور قهرمان خود را استقبال میکردند. آنها همیشه قهرمان خود را میشناسند. پس استاد دولت سامانیان نهادهای را در فقه، در تفسیر و در دیگر علمها تأسیس کردند و در نشر دین سهم بزرگی داشتند و برای تولید عقلهای بیدار و نابغگان محیط علمی مناسب ساختند. نه فقط برای علمهای شرعی بلکه برای علمهای دیگر نیز و عموماً برای تولید نابغگان محیط و زمینه مناسب فراهم آورده بودند. برای مثال نابغه چون ابن سینا در زمان آنها بود. سامانیان تقریبا در همه موردها و در رشد تقریبا همه علمها مثل طبی و نجوم و فلسفه و غیره دست درازی داشتند. قبلا گفته بودم که خود اسماعیل سامانی راوی حدیث بود. او از احادیثی را که روایت میکرد در زندگی خود عملی کرد.
حدیثی که او روایتش کرده است امام احمد و امام ذهبی آن را در تذکرة الحفاظ از سفیان ثوری آورده است. او میگوید که اسماعیل سامانی حدیثی امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا اله الا الله و انی رسول الله را روایت کرد. این حدیث مهم است. بله، این حدیث از ابو هریره است و سند روایتش تا ابو هریره میرسد. این سند به پررگی در کتاب القند فی ذکر علماء سمرقند موجود است. چنانکه گفتیم او از حفاظ سمرقند محسوب می شود. باید گفت که احمد ابن اسد از شاگردان سفیان ابن عیینه و اسماعیل ابن علیه بود. شاگرد این حفاظ بزرگ مثل سفیان ابن عیینه که در عالم اسلامی به همه معروفند. امام شافعی میگوید اگر مالک و سفیان در حجاز نمی بودند علم حدیث از حجاز می رفت، زیرا مالک و سفیان یکی از ستونهای حدیث در حجاز بودند و امیر ما احمد ابن اسد ابن سامان رحمت الله علیه از او علم حدیث گرفته بود. چنان که گفتیم او یکی از ستونها در حدیث بود در بلاد ماوراء النهر. او هم امیر بود، هم محدث بود و هم عالم بود. در زمانهای متأخر حاکمان با این علم و خصال کم بودند. در زمانهای معاصر چنین حاکمان را ندیده ایم. اسماعیل سامانی محمد ابن نصر مروزی را اکرام میکرد. در آمد گپ باید گفت که ابن خزیمه از شاگردان اسماعیل سامانی بود. ابن خزیمه صاحب حدیثنامه صحیح ابن خزیمه است. این معلوماتی نه. ابن خزیمه از اسماعیل سامانی علم حدیث گرفت. خود اسماعیل سامانی نیز از شاگردان محمد ابن نصر مروزی بود و ابن خزیمه از شاگردان اسماعیل سامانی بود. همچنان که پیشتر گفته بودم اسماعیل سامانی غریب الحدیث ابو عبید را از یاد می‌دانست. حتی از منابع فارسی نیز به این چیز اشاره می رود که آنها به علم حدیث دلبستگی سخت داشتند. در زمان عباسیان در آغاز بعد از سالهای 150-170 خراسان گویا مجمع حدیث شده بود. حتی محدثان می گفتند نیمی حدیث یا نصف محدثان از خراسانند. استاد می توانیم به بینندگان خریطه را نشان دهیم. بنابر این خریطه شما برای ما خریطه آماده کردید؟ می توان گفت که تقریبا نصف خریطه را خراسان اشغال می کند. این اقلیم خراسان است؟ بله، اقلیم خراسان است. بعدش بحر قزوین است. این خریطه منطقه خراسان است که ما حاضر در اکران نشان داده ایستاده‌ایم. بعد از این بحر قزوین است. در منطقه خراسان عالمان نامور فراوان میزیستند. در اینجا بسیاری از عالمان از بخارا، بلخ، مرو، ترمیز و دیگر شهرهای ورارود بود. بله. خب در منطقه خراسان عالمان نامور فراوان میزیستند. در اینجا بسیاری از عالمان از بخارا، بلخ، مرو، ترمیز و دیگر شهرهای ورارود بودند. ما به این دو امام محدثان بخاری و ترمیزی که از ورارود بودند اکتفا نمی‌کنیم استاد. حتی فقیهان مذاهب اربعه 2 نفرشان از خراسانند. ابو حنیفه رحمه الله اصلش از شهر کابل یا زابل یا بلخ بوده است، گرچه اختلاف کوچک در تعیین زادگاه نیاگان او هست. و دوم امام احمد نیز مروزی بود، یعنی از شهر مرو. گرچند او به بغداد رفت و در آنجا زندگی کرد، اما اصلش منظورم از شهر مرو است. من ادعا نمی کنم که او از فارسی تبار بود، اما او برخواسته از همین منطقه مرو بود. ابن کثیر رحمه الله درباره اسماعیل سامانی میگوید او خردمند، عدالت پیشه، نکوسیرت بود، با رعیت خود حلیم، حکیم، سخاوتمند و ستوده خصال بود. و او بود که با محمد ابن نصر مروزی احسان میکرد و او را بزرگ میداشت و اکرام مینمود و ارج میگذاشت و هنگام ورود مروزی به مجلسش از برای احترام مروزی از جای بر میخواست. در این باره اسماعیل رؤیای دیگری دیده است. در روایت آمده است استاد که اسماعیل با برادرش اسحاق بود.
شایسته ذکر است که اسحاق نیز محدث بود. هر دو بر مجلسی مظالم نشسته بودند و محمد ابن نصر مروزی رحمه الله بر آنها داخل شد. اسماعیل میگوید من برای بزرگداشتی او برای ارج علم و فضل او برخواستم، اما اسحاق برای او برنخواست. بعد در رویای اسماعیل دید که رسول الله صلی الله علیه و سلم به اسماعیل گفت خدا به سبب بزرگداشتی تو نسبت به محمد ابن مروزی حکم تو را و حکم فرزندانت را استوار نگاه می‌دارد و درباره اسحاق گفت خدا حکم او را و فرزندان او را استوار نخواهد داشت. این هم به سبب احترام نکردن دانشمند محدث محمد ابن نصر مروزی. عالمان همین گونه بودند استاد و سامانیان نیز همین گونه، هم حکمران و هم عالم و همیشه خیر را جمع میکردند و نشر مینمودند. والله واقعا درباره دولت سامانی معلومات خوب آوردی.